بودن یعنی ببینیم اون چی از ما خواسته انجام بدیم. هر آنی، هر زمانی، هر حالتی، هر فعلی، هر کاری که داریم انجام میدیم، آیا این کار خدا از ما خواسته و دوست داره؟ بسیار مرحبا فهم. اگر پیدا کنم یه کاری، اگر پیدا کنم یه زمانی رو، یه حالتی رو که احتمال میدم این از من خدا نخواسته یا خدا دوست نداره، این دیگه در محضر خدا بودن، این دیگه در خدمت خدا بودن نیست. حالا ببینید صدیقه کبرا داره به کی این حرف رو میزنه؟ به پیغمبر. یعنی آدم عادی نیست، باید خیلی مواظب حرفاش باشه. درسته؟ در واقع به قول خودم داره درس پس میده دیگه خدمت پیغمبر. میگه تمام وجود مرا، تمام ساعات مرا، تمام زندگی مرا خدمت به خداوند مشغول کرد. این نکته اول از قسمت اول. این نمیفهم. دو، این خدمت کردن هم برای من لذیذ خوبه، نزوری. لذت و خدمت، کلمه رو دقت کنید. شغلنی یا شغلتنی لذت و خدمته. گاهی ما کارهای خوب میکنیم اما لذت نمیبریم، با اکراه، زوریه. بیا بگیر برو، انفاق میخوام بکنیم ولی به زور. نماز میخونیم، عبادت، اما یکی نه از اینا لذت میبره، از خدمت به خلق لذت میبره، خدمت به خالق لذت میبره. حالا در حالاتی که از بزرگان می نوشتن که 60-70 سال عمر کرد ایشون، بعد از اینکه خواست از دنیا تو وصیت نامه، وضعش هم خوب بود، وضع مالی اینا خیلی وضعش خوب بود، وصیت کرد که بعضی از دنیا رفتم برای من 60 سال نماز بخونید. گفتن ای آقا شما که از همه ما جلوتر بودید، نمازتون عالی تر بود. بابا 60 سال یعنی چی؟ میدونی چی فهمدم؟ ایشو فهمدم بله بی نماز نبودم، نماز بخوندم، اما هر موقعی میخواستم به نماز بایستم و نماز بخونم لذت میبردم از نماز، کیف میکردم از نماز. و من الان شبهه میکنم، شک میکنم که شاید انگیزه من برای خوندن نماز اون لذت بوده، اخلاصش کم بوده، برای خداش کم بوده. این چی میشه؟ این واقعا گنج میشه واقعا. اگر میگفتم مثلا معصومین، خب میگفتیم معصومن دیگه، بابا یه انسان مثل خودمون. اصلا شوق داشتند. گفت شیخ انصاری رحمت الله علیه تو گرمای نجف ظهر نمازش خوند تو حرم امیرالمؤمنین، درس و بحث و اینا تمام، اومد منزل، گرما شدید، آنقدر گرما هست تو نجف در تابستون که برای نجات از و فرار از این گرما میرفتن سرداب زیر زمین، سرداب درست میکردن. سرداب هم 2 طبقه‌ای بود، 2 مرحله‌ای بود. مثلا ماه اردیبهشت این ایام میرفتن سرداب طبقه اول یکم خنک، بعد هوا که خیلی گرمه طبقه دوم، اون زیر میرفتن دیگه خیلی خنک بود. مثلا آب میذاشتن برای خنک شدن، نمیدونم یخچال که نمون قدیما، میوه چیزی اونجا میذاشتن، تا یخچال داشت اون زیر و شیخ انصاری از در وارد شد، گرما له اومد ایستاد، اومد منزل که استراحت بکن، غذای بخور. گفت تشنمه، لیوان آب میخوام. خانم رفت آب بیار براش. خب این باید میرفت سرداب کجا؟ اون طبقه 2، اون زیری مرحله دوم. پیش خودش شیخ گفت خب طرف آب بیاره 2 دقیقه طول میکشه، واسه دور که نماز بخونی. الله اکبر نماز. این بنده خدا رفت دیوان آب آورد گوش پهلو آقا که حالا مگه آقا نمازش تموم میشه؟ کیف کرده داره نمازی میخونه. اصلا نوشتن 2-3 ساعت نماز شیخ انصاری طول کشید، بعد تازه سلام و داد یادش رفت چی بود قضیه آب، این چیه، چرا آب اینجا گذاشته؟ جوش من گفت بابا خودت آب خواستی.
خب این چی میشه انسان به این مرحله برسه که تو اون گرما، تو اون حالت، تو اون وضعیت، ولی از نماز، صحبت با خدا کیف بکنه، لذت ببره. حداقل برات گفتن داستان برای خودمون بد نیست، ولی میخوام بگیم میشه، شدنیه که شغلنی لذت و خدمته، که از این فهمان آنقدر من محو لذت شدم که دیگه من رو مشغول کرده به خودش و لذتم میبرم از خدمت. این دو نکته. نکته سومی که از این بخش اول استفاده میکنم اینه، این کلمه شغلنی است. خیلی جالبه. یعنی حضرت میفهمند که من دیگه وقت اضافی ندارم، تمام وقت من پره، جای هیچ کار دیگه نگذاشتم. خیلی نکته است. هیچ کار دیگه من نمیتونم انجام بدم، حتی اگر اون کار سوال از خدا باشه. ببینید تو صحبت سر سوال بود دیگه. خود پیغمبر فرمود فاطمه جان جبرئیل اینجاست، اگه میخوای ازش سوال بکن، درخواست بکن، پیش خدا میره. خلاصه حالا ما بودیم بله جناب سلام ما رو بهشون برسونید، بفرمود که یه لیستی دارید، خلاصه بله چند تا خواهش داریم، خواهش می‌کنم ان شاء الله تشریف میبرم پیش خدا برای ما سفارشی بکنن. حضرت میفهم نه، من مشغول شد، تمام فکر ذکر من، تمام وقت من پر شده. و انسان احساس میکنه گاهی ما اگر گرفتار خطا و اشتباه میشیم مال که وقت خالی گذاشتیم براش. اوقات فراغت اینا که میگم، اکثر این گرفتاری مال بیکاریه. الان داستانش همین که جوان‌ها چرا مثلا گرفتار ناهنجاری میشن، نمیدونم، مال بیکاریشونه. اگر انسان مشغول باشه، و چقدر خوبه که مشغول به کارهای خوب باشه، انسان دیگه جایی برای خطا و گناه و کارهای خلاف نمیبینه. لذا چقدر خوبه انسان وقتش رو مشغول به خدمت به خدا بکنه تا دیگه جایی برای خطا باقی نمونه. این نکاتی است که از بخش اول ما متوجه میشیم. اما بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم چی بود؟ حضرت فرمودن من هیچ حاجتی ندارم. یعنی برفرض اگر بنا باشه، بنا سوالی هم انجام بدم، این نکته حضرت زهرا اشاره می‌کنه، من هیچ حاجتی ندارم مگر یک حاجت، الا نظر، مگر نظر کردن به وجه خدای کریم. خب این یعنی چی؟ این دنیاییست از معرفت. یک، اولا تعبیر وجه الله، وجه خدا، یکی از تعابیر قرآنی است. یکی از تعابیر قرآنی است. الا کل شیء هالک الا وجهه. خداوند در قرآن میفرماد که همه چیز در عالم هلاک خواهد شد مگر وجه خدا. در سوره الرحمن میفرماد چی؟ و یبقى وجه ربک ذی الجلال و الاکرام. بقاء فقط مال وجه الله. اینم یه نکته. یعنی وجه الله، ببینید جایگاهش تو قرآن یعنی چه؟ اینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف شما به چرخید نگاه کنید همونجا وجه خداست. این سه. پس یک، کل شیء هالک، همه چیز هلاک است جز وجه خدا. دو، بقاء و یبقى وجه ربک. سه، اینما تولوا فثم وجه الله. پس وجه الله در فرهنگ قرآنی سه تا ویژگی داره: عدم هلاکت،